سلام به همه دوستان عزیز. امروز توی این ویدیو قصد داریم شما رو با 5 کارت مهم و قدرتمند از مجموعه کارت های ماجور آرکانا آشنا کنیم. این کارت ها مفاهیم کلیدی در تاروت رو نشون میدن و توی فالگیری میتونن پیام های مهمی رو به همراه داشته باشن. کارت هایی که توی این ویدیو معرفی میکنیم شامل کارت های The Hermit, The Hierophant, The Lovers, The Chariot و Strength هست. با ما همراه باشید تا معنای هر کارت و تأثیرشون توی فالگیری رو بررسی کنیم. خب، کارت اولی که با هم دیگه بررسی میکنیم کارت The Hierophant یا کاهن اعظمه. این کارت نمایانگر سنت ها، تعالیم معنوی و هدایته. نشان میده که برای حل مسائل باید از راه‌های سنتی و آموزش‌های کهن استفاده کنید. همچنین ممکنه به یک معلم یا راهنمای معنوی اشاره کنه که شما رو توی مسیر درست کنه. از نکات مثبت این کارت میتونیم به دسترسی به خرد و دانش معنوی، آموزش و یادگیری از یک فرد با تجربه اشاره کنیم و از نکات منفیش میتونیم به تعصب یا عدم انعطاف پذیری در برخورد با مسائل یا گیر افتادن توی چارچوب‌های سنتی اشاره کنیم. این کارت یک کاهن با لباس سنتی و تاج بلند که بر سرش هست نشون میده که روی یه تخت سلطنتی قرار داره. 2 شاگرد در مقابلش زانو زدن. کاهن توی یه دستش یک عصای مقدس داره و توی دست دیگه‌ش کتاب مقدس که نماد دانش و قدرت معنویه. پس زمینه کارت معبد یا ستونهای بزرگی هست یا یه فضای تاریک و رازآلود. کارت بعدی کارت The Lovers یا عاشقانه. این کارت نماد عشق، تعهد و نشان دهنده انتخاب‌های بزرگ توی زندگی، به خصوص توی روابط عاشقانه و تصمیمات احساسیه. وقتی این کارت توی فال شما ظاهر میشه، نشان دهنده تصمیم مهمه که میتونه بر مسیر زندگیتون تاثیر بذاره. از نکات مثبت این کارت میتونیم به عشق و اتحاد عمیق، انتخاب درست، تعهد و تعادل توی رابطه عاشقانه اشاره کنیم. از نکات منفیش میتونیم به وسواس توی تصمیم گیری های احساسی، تنش های عاطفی یا بی‌ثباتی اشاره کنیم. شکل کارت The Lovers یک زن و یک مرد در حال ایستادن در مقابل همدیگر رو نشون میده. یه فرشته بالای سر اونها قرار داره که دستاشو باز کرده و از اونها مراقبت میکنه. پس زمینه کارت هم شامل درختان یا یه آسمون روشن و نور طلاییه که فضای معنوی و پر از عشق رو نشون میده. به هم نگاه میکنن در حالی که بین اونها یه شعله نورانی و درخشان هست. کارت بعدی کارت The Chariot یا عرابه. این کارت نماد اراده، کنترل و پیروزیه. نشان دهنده اینه که شما با قدرت و اراده میتونید به اهداف خودتون برسید. اگرچه راه ممکنه پر چالش باشه، ولی با تمرکز و عزم راسختون میتونید بر همه مشکلات غلبه کنید. از نکات مثبت این کارت میتونیم به پیروزی و موفقیت توی مسیر، اراده قوی و توانایی کنترل شرایط اشاره بکنیم. از نکات منفیش عدم کنترل بر شرایط و عدم تعادل بین نیروهای مختلف اشاره داره. این کارت یک عرابه ران در حال هدایت عرابه رو نشون میده که توسط 2 اسب، یکی سفید یکی سیاه، کشیده میشه. اسب‌ها نماد نیروهای متضاد در زندگی هستن که نیاز به تعادل و کنترل دارن. عرابه ران لباسی از زره داره و تاجی بر سرش گذاشته که نشان دهنده قدرت و تسلطه. پس زمینه کارت شامل یک آسمان تاریک و شهر در دوردسته که نمادی از راه پیشرو و اهداف در دسترسه. کارت بعدی The Strength یا قدرت. نشان دهنده قدرت درونی و شجاعته. این کارت به شما یادآوری میکنه که قدرت واقعی در تسلط بر احساسات و غرایز درونی نهفته است. استرنت به شما کمک میکنه تا با آرامش و صبر از هر مشکلی عبور کنید و به هدف خودتون برسید.
از نکات مثبت این کارت میتونیم به شجاعت و نیروی درونی قوی، کنترل بر احساسات، توانایی غلبه بر مشکلات با آرامش اشاره کنیم و از نکات منفیش میتونیم به عدم استفاده از قدرت درونی، تسلیم شدن در برابر احساسات و نیاز به تقویت صبر و تحمل اشاره کنیم. توی این کارت یک زن به آرامی در حال رام کردن یک شیره. لباس سفیدی بر تن داره که نماد پاکی و قدرت معنویه. شیر نماد غرایز و نیروهای وحشیه که زن به کمک قدرت درونی خودش اونو کنترل کرده. پس زمینه کارت کوه‌ها و درختانیه که نماد استحکام و پایداریه. کارت آخر امروز ما کارت The Hermit یا زاهده. این کارت نماد تأمل، درونبینی و جستجوی حقیقته. این کارت به شما توصیه میکنه که به دنبال پاسخهای درونی برید، از دنیای بیرون فاصله بگیرید تا به حقیقتهای زندگی پی ببرید. زمانی برای تنهایی و تأمله تا مسیر درست رو پیدا کنید. از نکات مثبت این کارت میتونیم به خرد و دانش درونی اشاره کنیم و از نکات منفیش میتونیم به انزوا و دوری از دیگران اشاره کنیم. این کارت یک مرد پیر رو نشون میده که توی تاریکی با یه فانوس در دستش به دنبال راه میگرده. با لباس ساده و بلند در حال بالا رفتن از کوه هست که نماد خرد و تجربه هست. فانوس در دستان او روشنه و راه او رو روشن میکنه. پس زمینه کار تاریک و سرده که نشان از جستجوی او به دنبال نور و حقیقته. توی این ویدیو 5 کارت مهم از ماژور آرکانا رو بررسی کردیم و با مفاهیم آنها آشنا شدیم. این کارت ها نه تنها توی فالگیری بلکه توی مسیر معنوی و تصمیم های زندگی ما هم میتونه راهنمای خوبی باشه. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما ویدیوهای بعدی ما رو تماشا کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین، به ما بپیوندین تا با کارت های دیگر تاروت هم آشنا بشید.